این از همان روز قیامت، این از همان روز جدا شدنی بین کافر و مؤمن، این از همان روز جدا شدنی بین روزخور و روزدار که دنیا تو دروغ می‌دانستی. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما كانوا یعبدون. هر گروه، هر انسان با گروه خودش جمع کنید، فرمان از پروردگار میشود. به نمازها رو با همراهی به نمازها، روزخورها رو با همراهی روزخورها، یهودی ها رو با یهودی ها، مسیحی ها رو با مسیحی ها، مسجد منکنا رو همراه رهبراشون، روی خطگیران رو همراه مسئولاشون حشر شد. وقفوهم انهم مسئولون. اینها رو زود به دوزخ نبرید، اینها را نگاه دارد. الان از اینها پرسیده بشود، باید جواب دهد. باید اینها جواب دهند برای چی مسجد آمدن؟ برای نماز خواندن یا برای روی خط گرفتن؟ برای چی آمدن؟ اینا باید جواب دهند. وقفوهم انهم مسئولون. بگونه شما روی خط میگیرید، به شرمها شما را هم روی خط گرفتی ایستادیان. ما لکم لا تناصرون. امروز شما را رهبراتان نمیتوانند یردم کنند. امروز سفارش دهندگان شما را نمیتوانند از عذاب خدا، از عذاب دوزخ نجات دهند. ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. زیرا که آنرو رهبراتان خاموشند، زیرا آنرو رهبراتان مظلومند، رهبراتان مهر زده شدند.